با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و ملکه و مهارت اهالی مملکت، امروزها در سراسر کشور یک قطار آزمون‌های جمهوریوی براه مانده شده‌اند که یکی از آنها این آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت به شمار می‌رود. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف همه ساله برگزار کرده می‌شود. خیلی که شما می‌دانید امروز توجه دولت و مخصوصاً توجه سرور مملکت محترم امامی رحمان به نهایت نسبت به ساحه رشد معارف به نهایت گسترده است، به نهایت وسیع است و بخشیده به همین مخصوصاً اعلان نمودن 20 ساله فن‌های طبیعت شناسی و فن‌های ریاضی و طبیعی اعلان گردیدنش از آن عبارت است که این فن‌ها باز هم پیشتر روند، یعنی که ما باید همچنین یک جمهوری مستقل از ساختی، یعنی که از ساختار کشاورزی به ساختار صنعتی گذاریم. به همین خاطر اعلان گشتن سال فن‌های طبیعت شناسی و دقیق از آن عبارت است که تا رشد ذهنی همه فرد جامعه، چه خواننده چه دانشجو با هم بلندتر کرده شود. امروز مخصوصا بخشیده به همین چهاربینی در دانشگاه دولتی کلاب دوری دانشگاهی این فروغ معرفت برگزار می‌گردد و ما دانشجویان نوابسته از کورس‌ها، نوابسته از اختصاص‌ها در آن فعالیت‌ها اشتراک می‌کنیم و نیت داریم که در دوره‌های ولایتی و جمهوری اشتراک نموده جای به نهایت بلند را اشتراک نماییم. آزمون با مقصد رشد تفکر تکنیکی، وسیع نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، جلب بیشتری خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی، دقیق و طبیعی، همچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت‌ها در بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، خادمان علمی، اسپیرانتان، دکترانتان، عنوانجویان، آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی همه زمینه‌های تحصیلات، مهندسان و دیگر نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار می‌گردد. آزمون از روی 7 نامیناسیای متماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراع‌کاری و نوآوری و در 4 دور برگزار می‌گردد. با این مقصد امروز در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی دوره دانشگاهی آزمون مذکور برگزار گردید. در آزمون رفیق سفرخان نایب رکتور عاید به علم و اینواسیا، سمرینا و زینب سردار ریاست علم و اینواسیا، مدیران کاتدرهای دانشگاه و هیئت اشتراکچیان آزمون شرکت ورزیدند. نخست سخن افتتاحی آزمون را در سنت رفیق سفرخان آغاز نمودند. سپس کار در سکسی‌ها ادامه یافت. در آزمون زیاده از 34 نفر دانشجو از روی 6 نامیناسیون شرکت ورزیده، از این شماره 25 نفرشان به دور من بعده آزمون راه یافتند. باعث خوشنودی است که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امامی رحمان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف اعلان شده است. وابسته به این سمت چخیلی که به شما معلوم است در دانشگاه دولتی کلاب دور دومی برگزاری آزمون علم فروغ معرفت برپا گشته ایستاده است. در این سمت ما آموزگاران پیوسته کوشش می‌نماییم که ذوق و شوق دانشجویان نسبت علم آموزی مخصوصا نسبت فن‌های دقیق زیاد نماییم. پیوسته در بودشگیری ریاست دانشگاه، ریاست فاکولته در آزمایشگاه خیمیایی کارهای آزمایشی رو براه میمونیم که ذوق دانشجویان بیشتر نسبت این علم آموزی زیاد گردد و باوری داریم که در آینده متخصصانی با بازار مهنت جوابگو را آماده نموده برای خلق و ملت خود سهم ارزنده خود را میگذاریم. باید قید کرد که غالبان دوره 4 و برنده شاه جایزه بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی به اختصاصی انتخاب کرده خود به آزمون به طریق رایگان و مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و بعد از مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور قبول کرده می‌شوند. ترتیب قبول غالبان دوره 4 آزمون و برنده شاه جایزه را وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طبق مقررات معین می‌نماید.